توی رویت ممکن شما یه سری اشکال بخواید بکشین که اصلا خیلی بی‌قاعده باشن یا اصلا شاید خیلی حتی منحنی تر از اینایی که من الان اینجا خیلی سریع برای شما مدل کردم باشه. خب ما نمیتونیم با دیوار صافی که توی رویت یاد گرفتیم بیایم اینا رو مدل بکنیم. یا اصلا خیلی وقتا از من نمیتونم از پلان برسم به حجم. اتفاقا میخوام توی حجم مدلم رو کامل مدل سازیشو انجام بدم، بعد بیام تازه ببینم توی پلان چه اتفاقی میفته. اون موقع دیگه من نمیام از دستور وال و فلور و روف و اینا استفاده بکنم و بخوام بیام بکشم. اون موقع قرار از حجم برسم به پلان. گزینه‌ای که رویت به شما پیشنهاد میده برای اشکال بی‌قاعده و همینطور زمانی که شما میخواین از حجم برسی به پلان مسینگ اند سایت. توی چند تا ویدیو سعی میکنم که اول از همه کلیات اینو برای شما توضیح بدم و بعد شروع بکنیم به مدل سازی یه خورده پیشرفته‌تر. با من همراه بشید. توی این ویدیو میخوایم مسینگ اند سایت رو یاد بگیریم. این قسمتشو مدل بای فیس و کانسپچوال مس. یه موقعی هستش که من میخوام یک سری حجمایی رو طراحی بکنم که نمیدونم دقیقاً پلانش چه شکلیه، از حجم میخوام به پلان برسم، یا اینکه یک سری شکل‌هایی رو نیاز دارم طراحی بکنم که اینها اشکال بی‌قاعده‌ای هستن و خیلی سخته که بخوام بیام لول بندی کنم همون اول توی رویتو، بخوام مثلا از پلانش مثلا دوراشو بکشم، بخوام حجمش رو در بیارم. این موقع باید چیکار کنیم؟ بعد بریم سراغ مس. اول از همه من این رو روشن میکنم که از این به بعد هر چیزی که به عنوان مس من توی این فایل بکشم به من نشون بده. میام داخل لول 1. چرا این رو روشنش کردم؟ چون اگه این رو خاموش بکنیم شما چیزی رو که تحت عنوان مس کشیده باشین بهتون نشون نمیده. الان با هم دیگه کار بکنیم. این پلیس مس یعنی چی؟ از هم البته ستاره‌اش هم مشخصه، یعنی اینجا یه دونه با هم دیگه ترسیم بکنیم، مدل سازی بکنیم. پلیس مس یعنی من قبلا یه مدلی رو ساختم، میخوام اینجا ایمپورتش کنم، واردش بکنم. چون من تا حالا نساختم، مثلا میخوام از صفر شروع بکنم، چی میزنم؟ این پلیس مس رو میزنم. حالا هر اسمی که دوست دارین براش میذارین و وارد محیط ترسیمی میشین. ببینین با این قیافه ها باید قبلا هم آشنایی داشته باشیم. کجا بود اینا؟ موقعی که میخواستیم مثلا بیایم توی کامپوننت ها ترسیم بکنیم، تقریبا شبیه به اونه. خب حالا من مثلا میام یه دونه لاین از ساده ترین حالتش میکشم، یه دونه لاین میکشم. خب میام این لاینر رو انتخابش میکنم. من تو سه‌بعدی که واضح تر باشه این لاینر رو انتخابش میکنم، میگم این لاین رو برای من تبدیلش کن به یک فرم سالید. خب تبدیلش کرد، ولی اینجا از کجا بدم چه ارتفاعی؟ روی خط لاین بالاش کلیک میکنم، ارتفاع رو براش مشخص میکنم، میگم مثلا شما بشو 12 متر. اینجا دیگه نمیتونیم بر اساس لول بگیم آقا برو تا لول 2. دقیقاً عین داستان کامپوننت ها که من نمیتونستم بگم تا لول فلان برو، براش ارتفاع مشخص میکردم. اینجا هم همینه. ببینید اینو الان بذارم رو حالت شیدت که یه ذره واضح تر باشه. ولی اینجا اصطلاحاً میگیم چی؟ میگیم مثل خمیر بازی میمونه. چرا؟ چون اینجا دیگه براش لازم نیست مشخص بکنم برو تا لول 2، بیا تو نمای مثلا شمالی برای من ترسیم بکن. میتونم آزادانه تر کارهای ادیت رو روش انجام بدم. ببین منظورم چیه؟ من این بالای رو انتخاب میکنم، خب برم توی ویویی که بیشتر واضح تر باشه، دستمو میگیرم کنارش که این محور سبز انتخاب بشه. میگم آقا تو محور سبز رنگ همون محور ایکس شما جابجا شد، ببینی کج شد. یا بگم که انتخابش کنم، بگم که نه بیا. خب اگه بخوام تو محور آبی همون زده دیگه، فقط ارتفاعش کم و زیاد میشه، فرقی نداره. اما اگه بیام اینو دوباره لاینر رو انتخاب بکنم، بگم تو محور قرمز محور ایگرگا تو مثلا ببر من جابجا شد. خب دیگه چیکار میتونم بکنم؟ این دوباره اینو اگه اینو بخوام دوباره جابجا کنم چی میشه؟ این خط کج میشه، بازم تأثیری نداره. اگه من این خط بالایی رو بگیرم، اگه روتیتش کنم چه اتفاقی میفته؟ ببینین اینجا دیگه خلاقیت شماست که بدونین با چه تغییراتی روی یه دونه کاغذ ساده میتونین چه شکلی رو برای خودتون چیکار کنین؟ مدل بکنین. حالا چرا میگم که بذار یه دقیقه فینیشو بزنم؟ چرا میگم که مثل خمیر بازیه؟ اولا نشون من الان اینو اگه خاموش بکنم تمام چیزایی رو که شما مدل سازی کردین دیگه بهتون نشون نمیده.
برای اینه که ما به عنوان یک خمیر استفاده میکنیم، حجم اون رو در میاریم، بعد که کشیدیم میایم اینجا میگیم آقا این سقفشه، این دیوارشه، این کفشه، این کرتن سیستم یا همون پنجره های شیشه های روی نماه. بعد که دونه دونه رو که براش تعریف کردیم میایم چیکار میکنیم؟ اون مدل مسی رو که بعد یه لحظه میایم خاموشش بکنیم ببینیم که کلش رو تبدیل کردیم به مدل. بعد که تبدیل کرده بودیم دیگه میایم چیکار میکنیم؟ یه پنجره میگیریم، طبق معمول همیشه فیلتر رو میزنیم و الان چون چیزی ندارم فیلتر نمیشه، میایم دیگه مس رو چیکار میکنیم؟ پاکش میکنیم. دیگه لازم ندارم، مخصوصا شما موقعی که میخواین ایمپورتش کنین ببرینش داخل یک سری نرم افزارهای دیگه روش کار کنین، انیمیشن بگیرین، متریال بدین، بعد حواستون باشه که حتما بعد چیکار کنین؟ این مدل مس رو بعد پاک بکنین موقعی که مدل سازیتون تموم شد. خب حالا من برگردم اینو پاکش بکنم، خب برگردم به اینکه میخوام این مدل مس جدید دوباره بسازم. این بود یه دونه چی؟ یه خط کشیدم دیگه. خب بیام سراغ این که بخوام یه دونه مستطیل بکشم. خب مستطیل یا مربع با هر ابعادی که دلتون میخواد. وقتی که کشیدین و بعد تبدیلش میکنیم به چی؟ فرم. میگم دیگه اینجا واقعا هیچ قاعده خاصی وجود نداره که مثلا من بدونم دقیقا شما چی میخوایم بکشین که بخوام مثلا فرور بندی بکنم تو 4 تا مثلا روش که اون حجمی رو که میخواین دقیقا بعد چجوری مدل کنین. بعد انقدر باهاش کار بکنین، انقدر حجم ببینین که براتون آشنا باشه اون چیزی که میخوایم بکشین و بعد ببینین دقیقا بعد چیکار کنین. من برمیگردم توی حالت لول 1. خب میام یه دونه مستطیل داخل این مستطیله میکشم، اصلا به جای مستطیل اصلا بیایم دایره بکشیم. خب بعد این دایره ها رو موقعی که میخوام انتخابش بکنم که برام تبدیلش کنه به حجم، این سری میگم به جای که سالید بشی برای من وید بشو. خب یه لحظه اومدم تو سبودی که واضح تر باشه. خب میگم به جای این که برای من حجم بشی وید بشه. این چه ازت میپرسه؟ میگه اینو برای تبدیلش بکنم به استوانه یا کره. چرا ازم میپرسه؟ چون دایره است دیگه. دایره رو وقتی بخوایم دورانش بدین هم ممکنه که استوانه باشه، هم ممکنه چی باشه؟ هم ممکنه که کره باشه. خب الان ببینین چه اتفاقی افتاد. الان اومد اون حجم برای من کم کرد. فقط من اینو ارتفاع این چند بوده؟ یه دقیقه روی این لاین بالا کلیک میکنم 5 متر. خب یه دقیقه روی این کلیک کنم، پس اینم چیکار میکنم؟ 5 متر که قشنگ این دوتا با هم دیگه ارتفاعش یک بشه کامل مثل یک حفره بشه. حالا اگه من این خط رو بگیرم بیام جابجاش کنم چه اتفاقی میفته؟ اگه این خط رو بگیرم ببرمش داخل‌تر چه اتفاقی میفته؟ اصلا چرا لاین همش انتخاب بکنیم؟ من اگه بیام این پوینت رو انتخاب بکنم بکشمش چه اتفاقی میفته؟ میبینین واقعا هر قسمتی رو که بخواین میتونین بیاین بگیرین جابجاش بکنین و هر شکلی که دلتون میخواد براتون بسازه. الان شکل اینو یه دونه اسپیس که بزنین دوباره برمیگرده روی مختصات x و y زدی که توی کل دنیاست، یعنی اینکه xی که دقیقاً موازی محور x چیزی که میگیم خط صاف. اما اگه وقتی این شکلی باشه این x و y زد رو میچینه بر حسب راستای این خطی که شما داریم. خب ببین حالا شما فرض کنید همچین شکلی رو من فینیشو بزنم، همچین شکلی رو می‌خواستیم مثلا با فلور بکشین. خب خیلی سخته با کامپوننت بخوایم بکشیم دیگه اینجور اشکال. پس ما چیکار میکنیم؟ میایم با مس میکشیم. من وارد مس بشم، دوباره این پلیس رو بزنم. خب بریم توی لول 1. خب حالا این دوتا چی هم؟ فرقی نمیکنه دیگه. حالا مثلا من بیام اینو بزنم، این همون محاط در دایره یا محیط در دایره است که اگه شما این سایدش رو زیاد بکنین تبدیل میشه به خیلی به دایره نزدیک میشه و اگه هم بخوایم مثلث بکشیم میتونین سزلش بکنین که خیلی مثلث براتون بکشه. خب میگم اینو تبدیلش کنم به حجم، میرم توی سه‌بعدی. خب ببینین الان وقتی اینو میکشم دقیقا تو راستای خود شکل داره کشیده میشه دیگه. خب اما اگه اسپیس رو بزنم این دیگه میشه مختصات کل دنیا. کنترل زد رو بزنم، این پوینتر رو میگیرم میکشمش این برتر.
این حتی میتونین سطح رو بگیرین جا به جا بکنین. خب لاین رو اینو میگیرم، روتیت رو میزنم، روتیتش میکنم. ببین کاملا از بالا نسبت به پایینش چرخید. یکی از کاربردهای این روتیت رو بگم که یکی از حجم معروفی که حتما دیگه خودتونم دیدینش و میدونین که اینو با این مدل کردن. یه دونه مثلا اینو خب میام تبدیلش میکنم به سالید، بعد میرم توی سه‌بعدی سطح بالا رو میگیرم، روتیتش میکنم مثلا 45 درجه میچرخونمش، با کیبورد وارد میکنم 45 درجه. ببینین حالا فرض کنین که یه لول بعدی که شما مثلا میخواین دوباره روی این بسازین و خب بیایید الان من دوباره اینو میارمش بالای این نمیدونم این ارتفاعش این 3 متر بود، اینم 3 متر میدم، اینم میام 3 متر میکنم. خب حالا دوباره میام اینو میچرخونمش 45 درجه. خب و این کار رو تو طبقات بعدی ادامه میدم. یه لحظه من اینو قفلشو باز کنم. خب این میگم احتمالاً دیدین این حجمو. خب فینیشو بزنم، اینایی که نمیخوام لحظه پاک کنم. خب یه دقیقه ادیت این پلیس رو میزنم، این یکی هم پاک میکنم و فینیش رو میزنم. خب حالا برگردیم به دوباره قسمت مسینگ اند سایت. حالا من اینو مثلا اومدم مدل کردم، حالا وقت اینه که بیام براش تعریف کنم کجا کف پروژه منه، کجا سقف پروژه منه. من میام والو میزنم و دونه دونه جاهای اول که مدل والتون رو که کاملا خودتون میتونید مشخص کنین، همینجا میتونید لایه بندی کنین، والو بسازین. این داستان والو دیگه بلدین. توی اینجا هم روی این حالت باشه پیک فیس، یعنی فیس رو که انتخاب کنین کلیک کنه. مثلا یه موقع میبینم که بچه‌ها دیگه میان بهم میگن که ما هر چی کلیک میکنیم برامون نمیکشه، روی این حالت باشه. خب حالا ببینید شما وقتی که الان نسبت به این حجمی که من دارم میکشم که خیلی کوچیکه، این دیواره خیلی ضخامت زیادی داره. اگه داپلیکیت بگیرم مثلا یه دیواره مثلا 7 سانتی مدل کنیم با هم دیگه سریع 0.07. خب حالا میام دونه دونه جاها رو چیکار میکنم که دیوارن براش مشخص میکنم با کلیک کردن. ببینین دقیقاً عین یه خمیر بازی که حالا داریم تبدیلش میکنیم به واقعیت. خب من براش تعریف کردم که همه اینا چی هن که من براش کشیدم، دیوارن. دوباره برمیگردم تو مسینگ اند سایت. حالا من براش تعریف کنم کجا سقفه، روفو میزنم، بازم میگم لایه بندی دست خودمه. هر جایی که سقف داره من کافیه که بیام چیکار کنم که روفو بزنم و روش کلیک کنم، بعد اینتر رو بزنم. حالا ببین این که میزنه بیرون، خب به خاطر اینه که خیلی الان ضخامت این برای این زیاده، باید کمترش کنیم. خب حالا دوباره برمیگردم به این. حالا تو قسمت فلور مثلا یه دونه همون 15 سانتی خوبه، این قسمت رو میزنم. حالا هر جایی که این لول های شما رو قطع کرده باشه برای شما کف میکشه. ببینید که من بیام داخل این، اول از همه میام رو قسمت فلور. خب ببین من الان یه دونه رو لول 1 دارم، یه دونه رو لول 2 دارم. ببین چون من الان اومدم ارتفاع اینو حواسم نبود چند گرفتم، 3 متر گرفتم. خب پس بذار اینم بیام همون 3 مترش کنم. خب موقعی که دارین، چون اینجا دیگه نمیتونین بر حسب لول بیایم ارتفاع رو مشخص بکنین، برای موقعی که مثلا اگه اینجا 3 متر و 60 گرفتین، موقعی که دارین مدل میکنین و اونجا همون ارتفاعی رو بده که توی لول هات هست. خب میام این مدل رو انتخاب میکنم، مس فلورز رو میزنم، بعد بهش میگم که روی لول 1 و روی لول 2 و هر لول دیگه که میخوای بهم فلور رو بده، یعنی کف بده. چرا 3 رو تیک نزدم؟ چون میخوام 3 تبدیل بشه به سقف. بنابراین اگه من تیکش بزنم دیگه اونجا هر چی بخوام تبدیلش بکنم به سقف برام تبدیل به سقف نمیشه. اوکی میزنم. خب حالا یه لحظه اینو میام براتون چیزش بکنم، بذارم شما حالت شیده. این خط این بنفشه رو میبینین؟ اینه همون چیزایی که اومده برای شما کف کشیده و کفی که از جنس چیه؟ هنوز از جنس مسه. فلو رو میزنم. حالا
میگم که این و این رو بیا برای من اینتر رو میزنم، تبدیل کنم به کف. حالا میام رو لول 1. ببین این خطی که برای شما کشیده دور تا دور همون فلورته. یعنی الان اونجا هم گفتم ببین یه موقعی هست من نمیدونم پلانش چه شکلی میشه. الان من میدونم خب اگه من میخوام یه پلانی طراحی بکنم بعد بیام داخل این قسمت طراحی بکنم. الان برم تو لول 2 برام مشخص شده که این بذارم شو حالت که واضح تر بشه. میدونم که الان این خطی که دور تا دورش برش خورده توی این بعد طراحی کنم. این خط نازکا چی هن؟ خطایی هن که من از بالا که دارم پایین رو نگاه میکنم اونا رو میبینم، لازم نیستش که به اونو دقت کنم. میدونم کف من این مستطیل است. حالا بگردیم توی سه‌بعدی، بیام یکی از این دیوارا رو مثلا اینو پاک کنم. خب حالا کرتن سیستم رو میزنم، روی این کلیک میکنم و این تبدیلش میکنم به کرتن سیستم. حالا یعنی تبدیل بشه به شیشه که توی نمایه. چرا انقدر این شکسته است و ننشست روی فضا؟ ادیت تایپش رو میزنم. قبلا هم موضوع داشتیم دیگه، برای اینکه این فیکس دیستنسش خیلی فاصله هاش 3 متر از همدیگه خیلی دوره. من اینو خیلی نزدیکترش میکنم تا این قشنگ بخوابه روی پروژه. من 1/10 زدم، خیلی زیاده توی اون اندازه‌ای که من دارم. حالا ببینم چقدر طول میکشه. نه خب سریع رفت. ببینین قشنگ این شیشه میخوابه روی پروژه‌تون. حالا هر جاییشو که دوست داری شیشه کنین. حالا من این قسمت رو شیشه کردم. بعد میام کلش رو انتخاب میکنم، فیلتر رو میزنم، چک نان رو میزنم و هر چیزی که مس میمونم. من یک مس فلور دارم، یک مس دارم. اینا رو اوکی میکنم، انتخابش میکنم، دیلیت رو میزنم. میبینید اونجا یه حالتی بود انگار اورلپ شده بود، افتاده بود رو هم دیگه. الان اونا چی شدن؟ پاک شدن. بریم رو حالت شیدد. خب ببینید حالا الان مثلا خاموش میکنم چون دیگه پاکش کردم. ولی یه لحظه وایسا، من قبل از اینکه بخوام اونو اصلا پاکش کرده باشم خب برگردم به اون حالتی که هنوز مسا بودم پاک نکرده بودم روشنش کنم. ببین الان ببینید یه حالتیه انگار اینا افتادن روی هم دیگه. میتونید خاموشش بکنین یه لحظه ببینین کجا رو مدل کردین کجا رو مدل نکردین. وقتی که اینو روشنش میکنین ولی مستون برمیگرده. ولی به هر حال برای اینکه اگه میخوایم وارد نرم افزار دیگه بشیم براتون مشکلی به وجود نیاد، قراره چیکار کنیم؟ انتخاب، فیلتر، چک نان و اونایی که مس هستن انتخاب میکنیم و چیکار میکنیم؟ پاک میکنیم. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره. این پایین هر سوال، انتقادی یا پیشنهادی که داری حتما واسم کامنت کن. همه پیام ها رو جواب میدم. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودی و در آخر مثل همیشه خوشحال میشم کانال من رو به دوستاتون معرفی کنین تا بتونم با کمک شما به افراد بیشتری به صورت رایگان از 0 تا 100 نرم افزارهای معماری رو آموزش بدم. سابسکرایب یادتون نره. ویدیو بعدی میبینمتون.